بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. یک روز در صدر اسلام دشمنان به نظرشون رسید که با شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی مسلمان ها اونها را از پا بیاندازن و نتوانستن. این روسیاهای بد محاسبه گرها خیال میکنن ما امروز در شرایط شعب ابی طالبیم. نیست اینجور. ما امروز در شرایط شعب ابی طالب نیستیم. ما در شرایط رو خیبریم. هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و همچنین اسبهای ورزیده برای میدان نبرد تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسانید و گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمیشناسید و خدا آنها را میشناسد و هرچه در راه خدا و تقویت بنیه دفاعی اسلام انفاق کنید به طور کامل به شما بازگردانده میشود و به شما ستم نخواهد.